درود به همگی گایز، به چنل پوریا بوتک خوش اومدید. امیدوارم روز خوبی رو بوده داشته باشید. چه سپی جون داریم. I love you. خوش اومدی سپی. یه بازی آوردم برات سم. ببین تو این بازی جفتمونم متعلی. تو این بازی دخترها هستن، دخترای متفاوت میان. تو باید حس بزنی کدومشون ایرانیه کدومشون خارجیه. من از کجا میفهمم که واقعا درست میگم؟ نه واقعا درسته. اینو من خودم درست کردم. من میدونم. آره نه ببین اگه در آخر تعداد درستات از غلطات بیشتر باشه $500 میبری. هر یک کشوری که دقیق حس بزنی $100 به این $500 اد میشه. آفرین. دزدی هم نیست، پول دزدیه نیست، قول بهت میدم جلو همه قول. ولی اگه تعداد غلطات بیشتر از درستات باشه هیچی نمیبری. لایک کن تو ثابتی نره بچا. چنل سپی پایینه، دو تا ویدیو خفنم با سپی داریم، حتما برید ببینید. عشق من. لیتس گو. آماده ای؟ برو. خانم محترم اوله. خب این بانو عکس هم نیست، میتونی ویدیوشو ببینی. بیا ویدیو ببین. ببین این بانو از نوع تتوها من بهت میگم ایرانی نیست، با اینکه یه ذره شبیه بانو نیلی افشاره، ولی از نوع لامینیت هم من به شما دارم میگم، به دلیل اینکه لامینیت ایرانی‌ها خیلی سفیدتره. یه بار دیگه میتونم مرور کنم ویدیو رو، ولی نوع اشوه ایرانیه. دندونش ولی لامینت نیستا؟ نیست. نه باز دندون طبیعیشه. من میگم این بانو ایرانی نیست. اوکی حالا میبینیم. اگه کشور دقیقش رو حدس بزنی نباشه کل نمره اینو از دست میدی. نه نمیخوام دقیق حدس بزنم. نه بریم ببینیم کجایی. هندی نمیگفتم ولی درست بود. میفهمیدی واقعا؟ فکر کردی هندیه؟ نه ولی خوب شد. نه هندیشون بزن. خرسه یک. این خانم کجا؟ ایرانیه یا نیست؟ ببین گول زنک داره. فکر نکن ویدیو به راحتی واسه اصلا شوخی نمی‌کنه. 100% داره شوهر بازی می‌کنه. شوهردشو خیلی دوست دارم. عینک دودیش. واه خفن بود. خب من میگم ایشون ایرانیه. اوکی ایرانیه. میشه بگی دلیلش چیه؟ دلیلش جوری که تو گفتی سخته. آره سخته. با اینکه قیافش نمیخوره ایرانیه، فکر کنم ایرانیه. اوه ادی یک امتیاز سپیو کم کن. دوباره شدی 0. خیلی بازی باحالیه. لیپسینگ کمکی هم داشت دیگه پلی نمیشه. ایشون پاکستانیه. ایرانی نیست. نه غلط. ایران بود. واه چقدر سخته. اینا رو چجوری پیدا کردی که خیلی سخته. چرا انقدر تو مرزن همه؟ خیلی آره دیگه. بعد دقت کن شبیه هم بیشتر باشه. البته اون دماغ کار دکترای ایران قشنگ. ولی چهره میخوره ابروهاش هم چون کلفته تو. من اشتباه گفتم. پاکستان خیلی فکرام پرت گفت. اشکال نداره. الان منهای یکی دیگه بده. واسه این به اون گزینه بود. یکی کاردی بیه. آها این دماغ آره دیگه ایرانیه. مطمئن؟ آره ایرانی. اگه درست بگی میشی منهای یک. استوب هم نمیکنم. ایران. ولی چقدر باحال موهاش این بانوه. از قصدم سانسور شد. چرا حرفای بدی میزنه؟ نداشت ایرانی میخون. ولی امکان داره یکی من که میگم حرفای بدی میزنه. آفرین. الان یک امتیاز باز عقبی. I hit her from the back. I beat her doonies down. She said I fuck her good. I make her coochie smile. سر ایران. واقعا ایرانی نیست. نه. خب پس کشور دقیقش رو هست. ولی امتیاز کل از دست میگیره. آمریکا. اوه اسپانیایی. سخته حاجی. ولی هنوز منایی. کسی دیگه هم شرکت کرده این مسابقه تا الان؟ چرا اولیش منم حاجی؟ چیز جدید بدید. ایرانه دیگه. ایران منفی چندم؟ 0 شد. الان هیچی نمیگه. از اینجا روز از نوروزی هست. روزی هست. ایتالیاییه. خارجی یا ایرانی؟ اینجوری کشور رو درست نگو. خارجیه. کجاییه؟ ایرانیه اوکی. حاجی بابا چجوری بانوهای ایرانی انقدر این شکلی شدن؟ اصلا یه شکل دیگه شدن. ژنشون با کجا؟ این تازه فقط لبو زده. یکم بالای لبم زده. ولی دماغش هم عملی نیست. و میدونی گیچارو چون داشت خارجی هم میخون تو گیچ شد. خیلی قشنگ هم داشت ساینای گنگ میرم جلو. اوکی الان یک هیچی. این بانو ایرانیه دیگه. پلی کنم؟ آره. 2-0. الان خیلی سیف شدی. بعدی
41 چیه؟ از رو اون فقط مگه اینکه در بیارم چون 41 عدده دیگه. قلاده و اینا که نمیتونم درارم. نه رو قلاده که اصلا نمیشه فهمید. ایرانی نی. تو میگی خارجیه. خارج. کشور درست رو نمیخوای ریسک کنی اصلا. خیلی لبش هم یه جوری زده انگار ایرانیه آقا. خودت یه لب همه دنیا لبو میزنن. یه جوری زده که تصمیم بگی ایرانی یا خارجی؟ خارج. تو دلت کدوم بوده؟ دلم ایران بود. ایرانی میگی. اوه مرسی آقای گل. چقدر تغییر کرده. قلاده میبندم. 3 تا جلوی دیگه 0 کمکم 0 دیگه. این مانو کجاییه؟ من احساس میکنم اون لباسه فقط برای ایران تولید میشه. ایرانیه بس شک ندارم ایرانه. 4 هیچ بس دیگه داری اون خطری لباس حاجی لباس ایران. این مانو 100 ایرانه. اوی باشه دیگه بچه وقتی بود 100. اوکی 5 هیچ. از نوع جست دختره. ایرانه. دیگه 4 تا ایرانی نمیذارم پشتم. میذاره. ای بابا 6 هیچ. ایرانه. بردت شد. قطعا ایرانه. ببینم بازم ببینم. گفتی چرا مثلا چرا اینو میگی ایرانی؟ بخاطر این جست مدلش خیلی ایرانیه دیگه. نمیدونم چی داد میزنه ولی داد میزنه. آره کاشی کاپشنشو با شلوارش هم ست میگه. موافقی؟ با کیفش ست کرد. کیفش با چیزش سته. با همونش. کاپشنش نه دیگه. کاپشنش هم یه ذره خردلیه که با اون زردای یکم میخوره دیگه. در صادق خانواده سبزن. این شوالیه چجوری میره روش کفش؟ این با کفش. با کفش با همه؟ آره شلوارایی داریم با کفش. این سایز چیو میدی؟ شلوارتو میدی یا کفشتو؟ وای چقدر قشنگه. بابا به خدا بالنسیاگا یه دونه داره با کفش. آره ولی اینو نیازی. چی جوری میگن؟ شاید کشیه بالاش. چیزی کشیده. آره دیگه نه میدونی چیه با شاید کفش جینه. نه، اصلا آره، ربطی اینو نداره. میدم. اون باید نه اصلا استرش کفش باشه ربطی که به فقط- این نداره. اون فقط باید آبیه. استرش باشه. او میتونست کفشاشو با این ست کنه. تو اینو گفتی. آفرین، حداقل این کارو میتونست اون باشه. داشتی یا 2 دقیقه است دارین درباره اینکه طرف شلوارش با کفشش یکی هست یا نه بس کنه و دیگه به ما شه. سپی که عشقه ولی تو چی؟ You know, always get what I want. ایرانی که نیست ولی اهل کجاشو بذار بهت ببینم. کشور دقیق بگو دیگه جلوی. دقیق خدایی برزیلیه. برزیل. مکزیک. نزدیک بودی ها. این از این. ایشون هم ایرانیه. واقعا آره خیلی هم مخفی کرده ایرانی بودنشو. واقعا ایرانی منفی شدم. بردی بابا دیگه بردی الان 5 هیچیم بردی. دیگه ببینم. آخه این معلوم نی بی‌معرفت. آها آمریکا. وای بیخوره آمریکایی باشه یادم نیست کجاییه. روسا چقدر شکل‌های مختلف دارن. شبیه تو هم دارن یعنی کسی فکر می‌کرد یعنی همه سفیدن مرداشون. ببین 6 جلوی بردی $500 رو. دمت گرم. به نظر من اینو کشور درست حدس بزن ببین با که $100 بهش اد شه چون تا حالا یک کشور درست هم نگفتم. هم روسی هستی یا نیست؟ نه دیگه چه میدونم سخته ها. چه بازی سختیه. خیلی بازی سختیه. آمریکا. 2 تا کشور بگو آمریکا و روسیه. باریکلا. حالا تو دوست داشتی که مثلا نفهمن ایرانی یا برات مهم نیست؟ فرق نمیکنه. من حاجی همه میفهمم. من هیچ جای دیگه نمیتونم باشم. و خودمونو بکشیم همه میفهمن آسیاییم در من یه زمان میگفتم میکس ایتالیا و ایران. اینم دزدی به دخترها میگفتم جوون بود. ولی بعضی وقتا فکر می‌کنن عربی مثلا. آره من عربو دوست دارم حاجی خیلی حال. اوکی ولی میگن نه یعنی بهم بگن ناراحت نمیشم عشق میکنم. من فهمیدم عربو. خیلی حاجی. $500 بردیش. ای میکنم استوری میذاریم. واقعیت. خب بچه‌ها دم تک تک میگم مرسی سپی جون. سخت بود حالا یا آسون؟ نه خیلی سخت بود واقعا. با اونها معلوم نیست. چه مسابقه این طراحی مسابقه چقدر طول کشیده بود؟ این به خدا شانسی بوده. یهو اومد تو ذهنم. قشنگ اومد. میدونی داشتم یه ویدیو میساختم مثلا یه سری دخترای سری کار می‌کنن بعد یه سوال میپرسم از توی ویدیوش اینجوری که کی هیستره. آیا دخترا نگاه می‌کنن یا اعضای خونه دقت می‌کنن. بعد اونجا زد تو مخم اینم میشه. خیلی باحال بود. بچه‌ها دمتون گرم مرسی که ویدیو دیدید. با سپی هم ویدیو داریم. چنل سپی این پایین حتما برید ببینید. عشق من لایک و کامنت سابتون رو دوستون دارم خیلی زیاد. چاکر. تنها باشید ولی روی نیمکت ذخیره کسی نشینید. اول از همه پولدار شید و بعد سلامت باشید. گودبای.